التماس خاک پات میشم. جای افتادی. خود دختگی سر دم ای همونجا هم کدگی اومده. فرزند شما ای کدام وقت بینمون بنشان شد کجا؟ در نقش ها توفانیسا غلامова، دلیغ میرخانов، مقدسی سیفالله، شهزاد جبارов، رجبعلی ابرانی، نواربردار شهزاد جبارов. رئیس همه حسابات آماده شدن. من یک بار تفتیش کرده بینید. انا همه آن محصولاتی که ما خواهش کردیم یعنی این فرمایش دادیم قریب همه رو دسترس کردن. متاسفانه یک دو نوع محصولاتی که میگیم که خیلی ضروری هم هستند فرمایش دادگیم خدا خواهد حتما پیدا کرده روزهای نزدیک میگیم که دسترس کرده میشوند. دیگر همه کارها خوبند، خوب پیش رفته ایستادند. احسن با شما. تشکر رئیس. من روزیگه مشتری را دیده بودم. علاقه مشتری زیاد بود. فهمیده بودم پای برده بودم که هر روز اختما در همه جا بعد خود موین موندگیم کارو بهترین ایجا من نگاه کردم نسبت بعد ما 3 ماه پیشتر علاقه خیلی بهبودی هسته، خیلی پیشرفته هسته و ما امیدوارم که انشالله که در آینده هم مرا ناامید نمیکنی، مرا دلشکسته نمیکنی و لایق همین باوری ما هستی. سلامت باشید رئیس، سلامت باشید. رئیس ممکن شهزاد جان بیا. رئیس یک مادر نزد شما اومده ممکنه داره؟ مادر؟ بله. ما همه وقت تاکید میکنیم که یگان مادر یا یگان پیرمرد نزد ما اومدنی شد به یگان پرسش بگیریم بیاریمش. خیرات کنیم بدرویم. فهمم. خب الان که گوش کنم من در آینده نصیب انشالله نیه دارم که سفر کنم خارجه. من انشالله یک ده نقشه نوی یک ده پروژه نوی باید در برای همون مقصد گپ که وای کردن در کار آنالیز کردن در کار همون کارا را ما در خدمت باید بکنیم. به همین خاطر من خطاب وابسته میکنم. مرحمت. السلام علیکم. سلام مادر جون. مرحمت کرده گذارید. خب مادر عزیز خوش اومده. کو نقل کنین چی گپه چی خدمته در آشخانه ما یگان مشکلیه یگان کمبودیه یا یگان پیشنهاد داشتین؟ برای خدمت آمدم بچم نزدیکتون. الهی برکه یابی. جانم بچم همین بچه مرا یافته میدادیم. مادر جان در نام بزرگتون جانم آخه ما کارمان گفتگوی آدمای گم شده نیست. این مسئله را شما میتونید دیگه جدا مراجعه کنید. همونطور چون ما یک راهبر کار ما وظیفه ما دیگر چیه مادر جان؟ مادر عزیز جانم شوین التماس خواهش التماس گریه نکنیم. بچه‌ای که 9 ماه در شکمم کلام کردم، بچه‌ای که شیر دادم، کسلش شبا خواب نکردم، گوهرش جنباندم، بچه‌ای که مکتب روی کردم شب خواندم، صاحب معلومات کردم، بچه‌ای که عائله دار کردم شب صاحب فرزند کردم شب. جانم شوی بچم گم کردم. التماس خاک پات میشم. جای افتادی. مادر جان سخناتون با جان و دل نوری دیده تاج سر. مادر جان فقط شما بگین که فرزند شما ای کدام وقت بینمون بنشان شد کجا رفت قطعی کی رفت یگان مثال نشانش هسته یگان رقم تلفن یا یگان دوست یا یگان برادر یا یگان نزدیکش هسته که اقلا خیمه وظیفه می چیز نیست یعنی که به خاطر عشق شما به خاطر زیخی شما مادر جان ما حرکت میکنیم این برادر رو وابسته میکنیم انشالله که حرکت میکنیم پیدا میکنیم فرزند تو را. جون میشوین گریه نکنید. بچه‌ای که با 100 ناز و امید با 100 شیرینی ها کلام کردم شد تنها نماندم شد در رو بروش باشیش بچه. دوستان و تماشابینان عزیز دیگه شرط نیست که خونه ببرین در گرمی و سردی برای پول کار کردن برای به ارزوتون رسیدن کار کنین محنت کنین.
شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کار فراهم آورده. اگر که شما میتونید در خونه بشینید، در خونه نبره، توسط همون تلفن موبیلیتون کار فعالیتتون بیزنستون در خونه نشسته پیش برده، در یک ماه کم از 3000 سرکرده تا 15000 سومونی پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست، یگان کس التماس نمیکنین، یگان دیرم را از خود نمیکنین. دانشجو دخترکا 100% میتونین کار کنین، اپایی که در کارخونه دولتی، کارخونه شخصی کار میکنین، شما هم 100% میتونین که کار کنین. اپای شمسیه جان سرشی دایرکتور شرکت فابریک اپای ما، همه اپاجان ما 1.5 سال در شرکت فابریک کار میکنه. معاش اپاجان ما کم 10000 تا 20000 سومونی ای. دوستان عزیز، همتون توصیه میتونم واتساپ اپای شمسیه جان در اینومی دو درکتون رجب علی ابراهیم حاضر که مراجعت کنین. اپای ما نازکی های کار نقطه به نقطه شما را به پول میفهمونه، یادتون میتره، رگیستراتون میکنه و وقتی که شما کار آغاز میکنین، برای کار آغاز کردن 500 روبل هر یک تا شما را توفا میکنه. برای همین حاضر که بنویسین در شرکت فابریک کار کردن چی خوبی ها داره. 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاش هر ماه نخلی توفا حکم میگیرین. غیر توفا وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت فابریک کار میکنین و دایرکتور میشین، در این حالت ای جانب شرکت فابریک 20000 سومونی توفا میگیرین. این چونین یک چلای طلای دیگه ای جانب اپای شمسیه جان. اپای شمسیه اپای خدمات بیگانه نیست، با باوری بنویسینش، کار آغاز کنین، با حساب اپای ما 500 روبل دیگه را چوی پولی کنین. بنویسین واتساپ اپا جان دا. ما حرکت میکنیم، این برادر رو واسطه میکنیم، ان شاء الله که حرکت میکنیم، پیدا میکنیم فرزند تو جون میشه گریه نکنی. بچه‌ای که با صد ناز و امید، با صد شیرینی و کلام کردم شد، تنها نماندم شد. در رو بروش باشیش بچه. من نفهمیدم مادری عزیز. اکی دلیر؟ اکی دلیر؟ بیست ها؟ همه خواهد دختگی سر دم همونجا هم کدگی اومده. چی در داری تو؟ نه تو چی میخوایی؟ گپ زن آخی؟ چی کم بودی داری؟ چی مشکلی داری؟ من مشکلی ندارم، یکی فکر مادر کردستم. دویم چی کاری که میکنم در کارم کار میگیرن، آواز کودکم نمیفورن میگن. ببینم خونه که 3-4 هزار در کوارتیر دادگیه، مادر برده در خونه جا کنیم. من دستوش در کار نیست مردک جان. گوش که منم میمبری همه دیل خواه زنک مسئولیت خطی شوش میکنه. همین مردک هم مسئولیت خطی زنش میکنه. او همونجا با همینجا رو خود دختگی با ما گفتیم با چی بلوزد با خاری کرده خیلی گپ داشته باشی گپ زن. من میدونم که همین چه من تو خگیش میفوره، من میدونم که آوازی کودکش نمیفوره، من میدونم که همون چیزی که میخواه که خیلی یک چیز با مزه گلوش بگذره الهیده آرام، میدونم که چه میخواه. یکی همین که در کلای تو که زد همین تو مده مصلحت کم زنه. همین مصلحتگری ما کیه؟ زنه. گفتم که من شما را میگم یکی با شما درست نفهمه. من یکم چی درست نمیفهمم. اینمی فکر عجیبه. خیلی که باشه خیلی مادر برده جا میکنیم، هر هفته خبرش میگیریم. تو چی دیگه نمیاد؟ پیش برو بار کنی. هدی چیخ شو. ولی بیا اینجا بسو جوی راحت های. الهی دعاک با خیبت هوری خطو. کم تنک خونه چی میگن؟ یک رفتن توزه کردن جایی که کی خودش میدونه ایچ برای یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اینو شریک مرحمت کنی من تعمیر خونه را بینی همه اوله محمد رمضان کنی دیگه فکر نکنی خونه خطانه خیلی نوچه جون خونه با تمام شرایطهای موسیقی زمانوی الهیده یعنی دیگه در اینجا نه بیروغ هم نمیتین آرام گوشاتون عصبه آرام که یک کتاب میخونی من تلویزیون تماشا میکنی من کنسلر همه وقت سلقین کرده میسته خیلی با یک دوگانه تون میایه میگن خواهر اپا گفتنی که بعد اومده صحبت های الهیده چقچق های الهیده خیلی با اکو یک مایدت همین میگه همین آدم خدا بوده همین سری پیریش بوده من حالی همین آدم ها ارزو میکنن که یک خانه الهیده داشته باشن برای من همونجا یک سر شلمانو
کم اعصابش آرام شود. یک همین شرایط ندارن. ولی شکری خدای بچه شما خیلی شرایط داره. خیلی هیچ گم نیست. ولی کلینتون بالا رو بچین کرده توزه میکنه همه را. ما هر هفته محصولات خوراکواری را میخریم میاریم خبر میگیریم. هیچ مادر عذاب نکشن. همه چیز. ولی اونجا آشخانه ولی تماشا کنید یک چی میگن یک حدیثه میگن یک عجیبی دیگه. تو مسئله چیه بین؟ کسی چی مسئله چیه بین؟ بچم من میخوام قطعی کلین و نبیرها میستم. آخه نه خانه کلان برای یک منی آدمی تنها چی در کره؟ من میستم قطعی همه کلین نبیرها آخی. اوچه سین سود باید جوی رسیدونه که همی حالی هم سوده ایده. اوچه همی شما ده همی وقتی چی همی دادوهای کودکو چی در کن؟ نه چی در کن؟ این من اینمی حالی یکی حالی بچه شما میشم همی فرم یک روز همی 2 روز وقت بیام یک جایی ده برم همی یک آرام گوشم خیلی آرامی را مقصد پیدا کنم نمی اونجا. گو همینجا می اومدم همه رسیده که بالا همی کلید تو دکی جایی تو چیکار کردی؟ اما چیکار کردی سی؟ با بدا برا خیلی با اوچه جان گفتم میدم میرم خیلی نمیاد برای همین شما این اینجا راحت کرده بشینید این اینجا در همه شرایط مهیا بهترین استراحت کنید من کو ببینم این کلید چیکار میکنه بچه بیمهره 1 ماه گذشت گفت که اوچه جان یک بیگه پس 1 روز پس خبر میگیرم 1 ماه گذشت که نه زنگ میزنه نه میپرسه که اوچه در کجایی چی حال داری اوچه مرای همه چی دارم بچم من فقط توی یاد کردم مهری توی یاد کردم بچه جان خنده های توی یاد کردم بچم شوخی های توی یاد کردم بچم رقص کنی های توی یاد کردم بچم همه اوچه تنهایی تو چی میخوره غیر همی یک او دیگه هیچی در دیلم نمید اونجا بچه خیلی 1 بار تلفن گیری همی در 2 روز 3 روز 1 بار اگه قلن زنگ زن 1 بار اگه که اوچه جان در کجایی بسه برای من بچم چی شدی قبه مهر شدی بچم занят. Привет, жмите 1 и... جایی باشی بچم خدا نگهبانت باشه خار نشوی بچم در زندگی من نمیدونم من هیچ چه نمیدونم من دیوانه میشم اوچه جان من بهترین خانه رو مهیا کردم بهترین شرایط مهیا کردم حتی ماشین گرفتم دادم که بگردین در شهر زیغ نشین شما اوچه جان شما نمیدونم من بچه من گم شده شما چیا گفتین اوچه همین خیلی که من شرایط به مادر و مهیا کردگیم از برای خدا یگم آدم این کار کردگی نیست من نمیدونم من خودی دیدم یا بیدارم نمیدونم راست میگه بچه چه برای من که خانه در برای من ماشین کرد که برای من مهر نکرد مرا در پیری تنها گذاشت بچه صدقه میشم بچه من افتاده که باد میشم بچه این بچه این اصای کلیتی خونش کلیتی ماشین من در بغیر از محبتی بچه چیزش کنه
شما مادر جان یه لحظه مادر دلیر بوی من امروز نه فهمیدم که من در انتخابی کادر خطا کردم من خطا انتخاب کردم من تا امروز همه کارگری با وفا کارگری کارچلان کارگری ارزنده ترا میشماریدم ترا در بین 16 نفر من انتخاب کردم لیکن امروز من فهمیدم که خطا کردم میدونی اون نفری که نسبت به مادر خود نسبت به عائله خود نسبت به فرزند خود بی‌رحمی میکنه به قدری میکنه به طرفی و به احترامی و سنگدلی میکنه او هیچ وقت برای کارخانه ما برای پیشرفت کارخانه رحمدلی نمیکنه سهم نمیگذاره فهمیدی گوش که برادری ما بخوای که انمی وظیفه بدگی داد بستی با عید از اینه های بالا را تای کنی اولی هم وقت های دلی مادر را به دست بیار خنده مادر را در لباش ما ببینم خرسندی و شادی و خوشبختی مادر را ما ببینم این وظیفه این کار همش میشوم خیلی پای کار